متوسط تلاش کردن کافی نیست، متوسط ها هم حذف میشن. ما نمیتونیم چون داریم یه ذره تلاش میکنیم و همجوری وای نستادیم دووم بیاریم. بحران میخواد بین متوسط ها و خیلی قوی ها و خیلی پرتلاش ها یک فرقی رو ایجاد کنه و بیرحمانه رد میکنه، یعنی میزنه کنار و اونی میمونه و تثبیت میشه که بیشتر از یه حد متوسطی داره انرژی میذاره. این باور این که ما ذاتاً ماهیتمون پادشکننده است خیلی میتونه نحوه مواجهه ما با شکست ها و بحران ها رو تغییر بده. این که ما باور داشته باشیم که ما در نهایت اون موجودی هستیم که شکست ها از ما واقعا یه ورژن قوی تر و اصلا با شکوه تر رو میسازه، ارزشمون داره بالاتر میره. من خودم همیشه این مدل زندگی کردن رو انتخاب کردم. گفتم دو راه داری، یا بشینی قُر بزنی و فقط قربانی باشی و بخوای تماشاچی بقیه باشی، تماشاچی دستاوردها و موفقیت‌های بقیه باشی، یا بپذیری که بعد بری تو دل میدون و زخم